در سکوت این روزها دلهامان بیقرار است. بیقرار لبخندی که سالها با هنر و حضورش روشنی بخش دلهایمان بود. هنرمندی که با صدایش، نگاهش و نقشهایش خاطره ساخت و مهر کاشت در دل مردم. حالا که جسمش خسته است و در بستر بیماری آرام گرفته، ما با تمام عشق و ایمان دست به دعا برده ایم. در این روزهای سخت دلهامون پر از آرزوهای خوب برای این هنرمند محبوب و پیشکسوت استاد سعید پیردوست است، کسی که با نقش آفرینی‌هایش لبخند به لبهامون آورد و خاطرات شیرینی ساخت. باشد که به زودی صدای گرمش دوباره در قاب تصویر بنشیند و نگاه مهربانش روشنی بخش صحنه‌ها شود. ما منتظریم، با امید، با دعا، با عشق.